در هفته گذشته اما یه اتفاق جالبی افتاد که ما به قدرت بازیگری آقای آیت الله خامنه ای شک کردیم. گوش جان می سپاریم به خطبه های روح بخش ولی امر مسلمین جهان و نائب بر حق امام زمان حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای. 20 میلیون آقا نگهدار، آقا کاوه چی نگو، نگهدار یه دقیقه نگهدار. حضرت آیت الله امام خامنه ای چه جوری؟ کی؟ امام چرا؟ چند تا امام؟ چه خبره مگه؟ بس دیگه. شیعه اثناعشر 12 تا امام داره، بس سلام نامه تمام. آیت الله خمینی رو هم حالا ما هیچی نگفتیم. حقیقتش میترسیم قاطی کنه که هیچی نگفتیم. خیلی آدم عصبانی و خشمگینی بود، همش اینجوری نگاه می‌کرد و اینا. سامان عکس شک داری بذار، خیلی از عکس اینه. اینجوری نگاه می‌کرد، میترسیدیم. ولی امام خامنه ای خب حالا ایشون چی میخواد بگه که این چنین پرطمطراق، درست گفتم؟ پرطمطراق معرفی شد؟ یعنی چه دردی میخواد از جامعه ایرانی دوا کنه؟ این مردم امروز به آب احتیاج دارن، به غذا احتیاج دارن، به لباس احتیاج دارن، به سرپناه احتیاج دارن، به همه لوازم زندگی این مردم امروز احتیاج دارن. ماه رمضان را با این حال ملت پاکستان روزه گرفتن. روزه عید فطر است. اولا که ایشون اصلا نمیخواست دردی از جامعه ایرانی دوا کنه، همش رو پاکستانیا صحبت کرد. اونم بس کرد به این که چون مسلمانن ما باید دلمون بسوزه. ضمن ابراز همدردی با مردم شریف پاکستان باید عرض کنم آقای خامنه ای، شما اون زمان زلزله هایتی کجا بودی برادر من؟ ببخشید چرا اون موقع چی نگفتی؟ ماه رمضان نبود اون حساب نبود یا چی؟ بعدش هم مرد اسلامی این چه گریه مصنوعی بی استعدادیه. آقا این فارسیوان نگاه نکنین اینقدر، همه بازی ها بده، مصنوعیه، بدآموزی داره به خدا. اما